از روی تیر ابسیسه در زیر قوه حرکت میکند که آن قطعی همین تیر روان شده است. مقصد راست خط حرکت میکنه. در لحظه وقتی ت قوه به F از T برابر است. هنگام T برابری T0 بودن صورت نقطه به V0 کوردیناتش باشد و X0 برابر است. فرموله وابستگی مسافه از وقت را یابید. اکنون نگاه کنید بچه‌ها. یعنی وابستگی قوه از وقت داده شده. وابستگی قوه از وقت چند برابر؟ 3 - 6 T. فهمید؟ هنگامی T0 برابر 1 V0 برابر 4 X0 برابر -5 و مسه جسم برابر چند؟ 3 واحدی مسه بودن. چیکار کن؟ وابستگی مسافه از وقت را یابید. فهمید؟ بچه اگه این بچون کنیم ما کمک فیزیکای خاطر بیاریم. فیزیکای چون کنیم خاطر بیاریم. فیزیک اندر قاعده دومی نیوتن اندر ما میگیم که هر گونه قوه این و حاصل ضرب مسه و چیزی برابر است؟ مسه و شتاب وابسته است. یعنی قوه جسم مسه و شتاب آن وابسته است. فهمید؟ مثلا جسمی مسش کلان برای حرکت دادن باید قوه چیزی در کار کلانتر در کار. مثال اینه بینید خب متاسکیل موتورش مایده چه موقتی وزن خودش مرسدس موتورش کلانتر موتوری تراکتور تماما کلانتر. این برای چی؟ برای اینکه همون مسه کلان چاکر نشده کار حرکت داده نشده. فهمیدید یا نفهمیدید؟ خب این دومی نیوتن سمت است. قوه برابر چه؟ مسه و شتاب برابر است. اگه شتاب به چه خیلی میافتیم ما؟ V minus V تقسیم T یا که دلتا V تقسیم T. معنای شتاب همین که معنای شتاب در یک واحد معین وقت جسم صورتش از چند تا چند تغییر داده میتونه. فهمیدید؟ جسم صورتش از چند تا چند تغییر داده میتونه. فهمیدید؟ مثلا تماشا کنید پیش سویتافور میرید همه ماشینا ایستاده هستن. وقتی که سویتافور سبز میشه بعضی ماشینا تیز گذشته میروند. اگر مرسدس باشد، تویوتا باشد یا کیا باشد. بعضی مسکویچ که شما باشید اگر تا یک میرید که تا یک 5 متر میگیرید که کیا پیشی خمابه میرسه مثلا. فهمیدید؟ چون این خیلی چون که شتابی وای به قوت. فهمو؟ یک سکوند اند وای صورتش از نول همه ماشینا ایستاده صورت همه نول. فهمیدید؟ وقتی که سویتافور سبز میشه همه حرکت به سر میکنه. یک سکوند اند کیه مثلا صورتش 50 کیلومتر در یک ساعت برابر میتونه. مسکویچ باشد 10 کیلومتر در یک ساعت برابر میتونه. تا یک وقتی معین مقصد شتاب همین خیلی چیز بودن. یعنی وقتی معین اند جسم صورتش از بینال تا به چاک میکنه تغییر داده نشده. اگه قوه از همین دو تا فاکتور وابسته بوده است. اگر مثلا شتابش زور باشد ما کیا باشد ما ماشین ما اگر ما در اینی باید 20 کس بار کرده باشیم اگر باید عرب برام نمیتونه وزنش کلام کنه باید قوه کلام در کنه. تمام بچه هم قوه هم از مسه و هم از شتاب است. اگه درباره قوه کلام آمدیم اینو ببینید از اینجا ما شتاب میابیم. شتاب یابیم اگر چه برابر میشه شتاب برابری F از T تقسیم چیزه M. میخوای میشه از این فرمول شتابی اومگا F از T ما چه برابر 3 - 6 T. آنگاه جاش باورمونیم 3 - 6 T تقسیم مس ما چند برابر 3 بس. یعنی مس ما 3 برابر مس جاش باورمونیم بیتون اینه کمتر هم تو استفاده میشه دون یکی ساده میکنیم. چه صورت و مخرج اعضا به اعضا چیکار میکنیم؟ تقسیم میکنیم. هم 3 تقسیم کنیم 1 مینوس چند میشه؟ 2 تا. آفرین. یعنی وابستگی شتاب از وقت ما یافتیم. معقول می؟ انا که بعد از ما شما گفتم که برای سرعت یافتن ما چون کنیم از شتاب فونکسی ابتدایی میگیریم.
از شتاب چه میگیریم؟ فونکسیه ابتدایی میگیریم. همه خیلی خوب میافه. این فرموله گفته بودم هم. انا اکنون اینتگرالی از تیمو چیزی به برابر شد بچه ها؟ یک مینوسی دو ته ته. یک مینوسی دو ته. اکو دی اکس نمیاد سمبولی دی ته چون که تغییر آمده وقت کو. فهمو؟ این آسونک. فونکسی ابتداییش چند یکه؟ x. یعنی اینجا اکو x نمیگوید چه میگوید؟ ته میگوید. مینوسی دو ته فونکسی ابتداییش. دو ته کوادرات تقسیم دو. در دور دوهای اختصار کنیم سه میشه؟ جمع یگان دائمی چند تا سی. انا کنیم دائمی سی چند برابر باشه بشه اول انیخ کردیم مدل کن. جای تیبه. بله جای تیبه چند میمونه؟ یا جای تیبه چی؟ چهاره. چهاره بلده است. مون میگه چند؟ چهار برابر یک مینوسی یک کوادرات. یک جمع سی. از اینجا یک و یک سه میشه اصلاح میشه سی برابر چند است؟ چهار. آن با صورت فرمولش وابستگی صورت از وقت فرمولش یک بار دیگه نویسیم سه برابر میشه k مینوس ت کوادرات پلوس چند؟ چهار. تمام. اکو یک بار دیگر از سرعت فونکسی ابتدایی اومگر یعنی اینتگرال گیریم اگر از سرعت چیزی میبرد مسافه چونکه مسافه حاصله گیریم صورت برامد کو از صورت حاصله گیریم شتاب برامد این برعکسش گفته بودم من این چیزه و فهمو اینتگرال جای و از ته بر کو چه آورمونی منه ت مینوس ت کوادرات ت مینوس ت کوادرات پلوس 4 د برابری ت فونکسی ابتداییش ت کوادرات تقسیم 2 ت کوادرات فونکسی ابتداییش ت کوب تقسیم 3 4 فونکسی ابتداییش 4x 4 x نمیگوییم 4 ت با پیروسی یگان باز چیزه دومی سی چه خیلی من نکو جای x از ت به x ناله مونیم جای ت به قیمتی ت ناله میمونیم مونیم گر چیزه میشه یک تقسیم x ناله ما چند؟ مینوسی 5 بیتون از اول آیکسی سکنیم یک تقسیم دو مینوسی جای اینتگرال نگمونی یک تو پس چند؟ یک تقسیم سه جمعی 4 کره یک 4 جمعی چند؟ سی برابری چند؟ مینوسی 5 x از x ناله ما چند؟ مینوسی 5 آفرین انکو آیکسی سی یافتن مدر کن سی جای خودش به ایستاد برابری مینوسی 5 این پیروسی 4 این طرف به سهشون بگذارم مینوسی 5 و مینوسی 4 چند میشه؟ مینوسی چند؟ 9 این یک تقسیم دو پیروس بود اولار به سهشون بگذارم یک تقسیم سه مینوس بود این طرف پیروس انا اکو هر سه این به مخرج عمومی چند میشه؟ 6 باشد این به 6 تا برسد اینش به چند تا؟ اینش به چند تا؟ آنگاه خطی که هست مخرج عمومی 6 مینوسی 9 کره 6 مینوس 54 هم خیلی؟ مینوس 3 پیلوس 2 برابری مینوسی 55 مینوسی 55 6 یکی میتوانی کسری درست بنویسی 54 6 یکی گویم مگر 54 6 به 9 میرسد کو مینوسی 9 بوتون یک 6 یکی جای سی با قیمت یافتگی مایا یعنی که مینوسی 9 بوتون یک 6 یکی آورمونیم ما وابستگی مسافه از وقت رو یافتیم مسئله حل شد یعنی جواب وابستگی مسافه از وقت و چی برابر بوده است؟ مینوسی یعنی که جای سی به چمانی؟ 9 بوتون یک 6 یکی تمام فرما می نمی بچه ها انا این چیست آسان بود دست می نمی خیلی ساده فقط که قوه داده شدگی از رای قوه یک بار دیگه جنبست کنی این موضوعه قوه داده شدگی از رای قوه ما چی یافتیم یکم کار ما یکم استپ ما شتاب را یافتیم بعد این از شتاب فونکسی ابتدایی گیریم سه برآمد سرعت یافتیم دائمی را معین کردیم سی را بعد این یک بار دیگه از سرعت یعنی که اینتگرال گیریم اگر سمراد مسافه برآمد تمام مشق بیش خود ما حل